بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت نهمی های گلم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. دوستای گلم، میریم سراغ درس 4، ترجمه درس، صفحه 51. الصبر مفتاح الفرج. صبر کلید گشایش است. وقعت هذه الحکایة قبل سنوات بعیدة فی احد البلاد. اتفاق افتاد این داستان در سالهای قبل در یکی از کشورها. ذهب 12 طالبا من طلاب الجامعة مع استاذهم الى سفرة علمیة للتحیة ابحاث عن الاسماک. رفتند 12 دانشجو از دانشجویان دانشگاه با استادشان به سفر علمی برای تهیه پژوهش‌هایی درباره ماهی‌ها. کانت میاه البحر هادئة. بود آبهای دریا آرام. فجأة ظهر سحاب فی السما. ناگهان آشکار شد ابری در آسمان. ثم عصفت ریاح شدیدة و صار البحر مواجا فاصابت سفینتهم صخرة فخافوا. سپس وزید باد شدیدی و شد دریا مواج، پس برخورد کرد کشتیشان با صخره‌ای، پس ترسیدند. السفینة انکسرت قلیلا ولکنها ما غرقت عندما وصلوا الى جزیرة مجهولة فرحوا کثیرا و شکروا ربهم و نزلوا فیها مضى یومان فما وجدوا احدا فی الجزیرة و ما جاء احد لنجاتهم قال لهم الاستاذ. کشتی شکست اندکی، اما آن غرق نشد. هنگامی که رسیدند به جزیره ناشناخته خوشحال شدند بسیار و شکر کردند پروردگارشان را و پیاده شدند در آنجا. گذشت 2 روز، پس پیدا نکردند کسی را در جزیره و نیامد کسی برای نجاتشان. گفت به آنها استاد: یا شباب علیکم بالمحاولة اسمعوا کلامی و عملوا به کأنه ما حدث شیء. علیکم بمواصلة ابحاثکم. ای جوانان، شما باید تلاش کنید، گوش کنید سخنم را و عمل کنید به آن، مثل اینکه چیزی نشده است. خب دوستای گلم، اول شیء رو ترجمه میکنیم، بعد ما حدث را. شیء به معنای چیزی، نشد ما حدث به معنای نشده است. پس ترجمه میکنیم مثل اینکه چیزی نشده است. باید ادامه دهید پژوهش‌هایتان را. ثم قسمهم الى 4 افرقة و قال للفریق الاول یا طلاب ابحثوا عن صید واجمعوا الحطب و قال للرفیق الثانی. سپس تقسیم کرد آنها را به 4 گروه. و گفت به گروه اول:
ای دانشجویان بگردید به دنبال صیدی و جمع کنید هیزم. و قال للرفیق الثانی، و گفت به گروه دوم، یا طالبان اجلبا بعض الاشیاء الضروریة من السفینة، ای دو دانشجوی پسر بیاورید بعضی از چیزهای ضروری را از کشتی. و قال للرفیق الثالث، و گفت به گروه سوم، یا طالبات اطبخن طعاما، ای دانشجویان دختر بپزید غذایی را. و قال للرفیق الرابع، یا طالبتان ابحثا عن مواد غذائیة، و گفت به گروه چهارم، ای دانشجویان دختر بگردید به دنبال مواد غذایی. ثم قال للجمیع اصبروا ان الله مع الصابرین، سپس گفت به همگی صبر کنید، زیرا خداوند با صبر کنندگان است. مضی اسبوع، گذشت یک هفته، فی یوم من الایام، در روزی از روزها، نزل مطر شدید و اصابت صاعقة سفینتهم فاحترقت، بارید باران شدیدی و برخورد کرد رعد و برق به کشتیشان، پس آتش گرفت. قالت طلاب لا رجاء لنجاتنا، گفتند دانشجویان نیست امیدی برای نجاتمان. فقرأ الاستاذ هذه الآیة یا ایها الذین آمنوا اصبروا. پس خواند استاد این آیه را، ای کسانی که ایمان آورده اید صبر پیشه کنید. حزن الطلاب و قالوا فقدنا سفینتنا، ناراحت شدند دانشجویان و گفتند از دست دادیم کشتیمان را. و بعد اداء الصلاة و الدعاء صرخ احدهم بغتة، و بعد از به جا آوردن نماز و دعا فریاد زد یکی از آنها ناگهان، انظروا یا زملایی، انظرنا یا زمیلاتی، تلک سفینة حربیة تقترب منا. نگاه کن ای همکلاسی هایم، نگاه کنید ای همکلاسی هایم، نگاه کنید ای همکلاسی هایم، که اینجا همکلاسی های دختر منظورشه. آن کشتی جنگی نزدیک می شود به ما. السفینة الحربیة اقتربت منهم و نزل منها جنود، کشتی جنگی نزدیک شد به آنها و پیاده شدند از آنها سربازان. فرح الطلاب و سألوا الجنود، خوشحال شدند دانشجویان و پرسیدند از سربازان، کیف وجدتم مکاننا، چگونه یا پیدا کردید جای ما را؟ اجابت جنود، جواب دادند سربازان، رأینا دخانا من بعید فأتینا و شاهدناکم، دیدیم دودی از دور پس آمدیم و مشاهده کردیم شما را. خب دوستای گلم، اگه این ترجمه رو دوست داشتی لطفاً ما رو دنبال کنید، همچنین لایک بذارید. متشکرم.